سلام علیکم، خوش اومدین به سیزن 2 قسمت پارت 1. بچه بعد از مدت ها آمدیم بچه. ما سیزن 1 ما تموم کردیم. ما شهریور ما تمومش کردیم، شهریور سال پیش. الان اینو خورداد که نه الان اردیبهشتیم، ولی خدایی میدونه خورداد. آره 20. بیاین بهتون نشون بدم تو باید جنگلین متاسفانه. بله و بارون زیاده، بارون خیلی زیاده و قراره در ثانیه به ثانیه واسه من هیچ اطلاعی از اینکه کجاست و اینکه آقا کجا میدونم. من از اینجا حفظم بچه بالا سر منم بریره. بله ما مردیم بهتون بعدن تو دیگه چیز. بله پشت صحنه آخر ویدیو بمونید، پشت صحنه رو نشون نمیدید. تیزر رو دیدین دیگه. تیزر رو که دیدم. بچه ما پشت صحنه رو میذاریم آخر ویدیو، شما آخر ویدیو بشین ببینید مگه نه آرش؟ آره بشین. اوکی. ببینید حالا ما 4 دقیقه گذاشتیم کلا داخلش. آشنا گمت کردم. اصلا خیلی بزرگه. خیلی بزرگه. 40,000 بلاک کلا. مثل دفعه قبل یکم کمتر بود. کمتر بیشتر بود. آره چون ما با فیل دیگه این دفعه با دقت و داخل پشت صحنه هم فکر کنم یه کوچولو اومده. 3 استک و 8 تا. آره 3 استک و 8 تا، یعنی 64 دو تا 64 تا و یه دونه 8 تا. آرش بمرده از بدیهای بایوم جنگل. خیلی سوراخ داره آقا. دوستان باید باشه باشه دوستان اصلا میشه تو جنگل؟ نه فکر کنم بشه. میشون آخه یه سری گذری میان میرن. باید بگردیم. فقط اینجا یه دقیقه چوبال کم کنیم. همه جنگله وای. ببین ما اگه نتونیم بوسه رسیم باید با عنکبوت خودمون رو سیر کنیم. باید با عنکبوت با 27 تا عنکبوت به دست بیاریم که تازه یه تخت بسازیم. بی‌نظیر محشر 2,000 years later. ای وای خاک تو سرم. هیچ حیوانی نیست. خیلی سود و خوبه اینجا. بله آرش جان وقتی بهت میگم از نقطه اسپان بریم دورتر، آرش میگه نه ما نباید چیت بزنیم، ما همونجا یه کوچولو ما بچه داخل بایوم سند. آره سند هر بیچ ساحل. خب اونجا که اسپان شدیم یه کوچولو وردرش آقا جنگل بود. آرش گفت جنگل نبود بلا بگو، دنبال تمطلا بگو. از معنی نداره. یه بایوم کوچیکی از بایوم چیز هست فارست، ولی خیلی کمه اینجا. خب دیدی به اپلیکیشن دادم. بیا اینا من بهت داده بودم تو نگرفتیش. بیا ایناش بگیر با خدا اگه برداری، یعنی بزنی میگم برداری. بیا یه کرافینگ تیبل بگیر که اگه گم کردیم هم دیگه رو یه چیزی بسازیم. گوسفند میخوام. کسیش گوسفند میخوام حرف زشت نزنم. یه چیزی می‌خواستم بگم. بعد من اصلا نمیتونم برم اونور. آره شما مو می‌بینی و من پیچش بود. میبینین چقدر بارون میاد بچه‌ها؟ ولی یه گوسفندم بابا خاک تو سرت خود چوب من بود. برور پاتا بیمو زدی بعد میری. آره زامبیا رو سمت چپت نگاه کن. بسش جون نداره. اسکل او بره ساخر. بیریش بزنیم. اوه بیریش آرش رو خواهد زنه. بلد نیستم اینجا بلد نیستم. عالی بی‌نظیر محشر. آرش جان شما که اصلا بدوارز و تیم رد تیم بول. ای آرش کریپر هم پشت سرشه. تا بپری پایین اونو سمت چپش رفت. ما باید الان گوسفند بکشیم. اوکی آرش جان من میپرم. او بله اندرمن عالی بی‌نظیر محشره. من به منه. سلام
اینترنت رو نگاه کن 200 سال بعد من اسفان بچه‌ها هندونا رو برمی‌دارم. آقا تو این نوار برندار اینا صاحب دارن 20 صاحب نیست. خب بله دوره امروز اچه تازه شروع شد ویدیو چرا باید شب بشه ما قد همیشه زود باید چکیرته اون سیزن 2 اون قدیمی هم همین مثل همین باشه. بابا کی داره منو میزنه این اتر رو کش میخوایمش بابا تو بکشش دعوا شدن کیا دارن دعوا می‌کنن؟ اسکلتون عنکبوت همیشه این دوتا عنکبوت داره میبره اسکلتون اسکوله نتونست بزنه این کدوم اه کی منو زد بچه بیریج آرش رو شما شاهدید ایکس بی آی آرش رو شما شاهدید بیا بگیرش به خدا اگه بزنی ها من خودم جون ندارم تو بزنم منو بزنی که عزیز دلم گل خوشگلم زرد بیدرمون زهرمون هر دوتا اومرد بچه بابا مردم همیشه هم با این مشکل هم یک خیلی زود شب میشه چه میدونم بابا نفهمیدم کی بود اصلا اصلا زایی 2,000 years later. برید پایین خیلی ممنون کی خودی خب بچه الان ما میریم زیر زمین آش با آفه بچه نکنید وقتی یه ترسو باشه مثل آرش شدن تو نه منظورم که در امان آرش بیا یه دقیقه من نگاه یه دقیقه من نگاه من نمیتونم برم کنار چی؟ بالا رو کجا بالا رو چی؟ تو کجا اومدی؟ من کنارتم تو کجا اومدی اصلا؟ نه از بالا پریدم توت بالا رو بستی؟ آره واسه خودم بستم دو تا ما دو تا کنار دیگه من 3 تا سنگ دارم چوب ندارم آرش من چوب ندارم چوب بهم میدی؟ خواهش 4 تا رو بده من به دردم خب من یه پیککسی باید داشته باشم خب زهر ما رو فکر نکنم اومدی یه جایی که آرش آی دمیج بدی میخورم دمیج بدی میخورم زغال دارم خوبه مشعل درست کنم خوب چرا؟ بجام فرنیس درست کردی؟ او آفرین آرش من چطور بیام؟ سر کن نکنش بکنش چی؟ بکنش 2,000 years later. این که ما چوب نداریم ولی سنگ داریم خوبه یا بده؟ عالی بی نظر محشب باش بخوای اسلپ بیا بیا چند تا؟ همه شو دادم دیگه باش بیا من اسلپ درست کنم به دردم بخوره بتونم به دردی بخورم 66 رو اسلپ بسته چند تا اسلپ درست کنم؟ چند تا اسلپ؟ 54 تا خوبه؟ 54 تا اسلپ؟ 6 7 8 9 آفرین به خودم آفرین به ریاضیات خب بریم بریم زیر زمین خب بریم کاش تورش بزنیم چی داره میسوزه واقعا اصلا سواله هیچ چی روشنه موجانگ موجانگ وای آرش میشه به من تورش بدی حتی یه دونه تورش بده که داخل دستم باشه هی بکنم با هم دیگه باش اینجا الان دیگه توی آپدیت ما هم نمیتونیم تورش بگیم دستش ولی من یه مادی دارم میتونیم چیزش کنیم 2,000 years later. نمیدونم وادو صبح ممنون که صبح آرش صبح ولی بارونه آرش من الان چیکار کنم خب واسه من چوب بزنم حداقل بیام سنگ بکنم و این چیز بابا هیچ وسیله ندارم خانم کلی سنگ دارم چوب بکنم خب برای بدنمون تو الان اون زیری من چطور بیام پیشه الان تو کجایی میشه مختصات تو بدی
آجی قدو ببین یا خدا فیسو ببین یا خدا آجی قدو ولش فیسو ولش تیپو ببین یا خدا بگو باریکلا به این فرم چشاش باریکلا به این قد و بالاش باریکلا به این رقصیدن و غیر دادن و ناز و اداش آ خدا گوسفنده خوب آش اینو نگاش کن اسکل یو داشت غلط کردم آش من نمیدونم کجا ولی هر جا هستن دارن نرو آش سمت چپ تو نگاه چپ نگاه چند تا اسکلتون اونجاست Hello my name is Mad what's your name مدرسان شریف من رسیدم به ساحل عالیه عالی از این بایم خوبا هم هستن خونه هم میخوام برسیدم آش میشه من پیدات کنم آره بیا آراد اینجا یه تبر میخوام برسیدم آش من نمیتونم بیام پایین نکن بیا پایین واسه نیم کم میشه الان از این وای چیزه وای وای اینو من نیدم وای اسمانش کنارهای تو هم هستن اینو نه من توی بایم آش منو دیدین این یارو منو دید آش از پشت سرمون نیان ما رو بزنن نه میریم تو ساحل دیگه کسی ما نمیزنم میریم چوب میکنیم وای دوباره داره شب میشه وای گشنم هست آش تنها درخت سیفید اینجا ببین باید غذا پیدا کنیم بگو خب بگیر فقط چیزای درخت‌ها رو بزن دارم میزنم اینا رو بزن تبر تو نداری؟ نه چوب نزن و چی بزنم؟ برگ بزن به سیب بده اما دوباره شب میشه وای تو فیگور کسی که سیب بده آقا سیب نمیده استیک میده فکر کنم اصلا دیسک 13 شب شد ولی به کنار هم باشیم ببین اپوش سرمون نمیان اوکی کجا یارش؟ بیا اینجا شب قرار اینطور نزنی آرش بس نزنی شما آیا رزیدنت اویل 4 بازی کردین؟ من یه کوچولو بازی کردم خب من روی درخت‌ها میتونم بیام فکر کنم یه زامبی اینجا ایستاده فکر کرده من کیم میشه صبح بشه خدایا صبح کن 2000 years later. خدا شکر بسوز زامبی جون بسوز آره درست من که فکر نکنم میخوای بدوی ساحل کجاست؟ منفی 765 منفی 129 2000 years later. آرش من دارم میام تا ساحل بیا تا فکر ساحل کنم ساحله فکر کنم وای فکر کنم رسیدم اسم تو که من نمیبینم اسم منو میبینی ولی نزدیکای ساحل آرش خیلی نزدیکی ساحل واسه من میام خب ردیم